السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل مردم مسلمان تمام دنیا. امروز انا که بسیاری به سراینده میشناختنشه بناوشه شاکر و مثال فرقیت نیست کیست بنده خدا است. در حقش دعا کنیم که خداوند آخرتش خوب بگردونه، خداوند آخرتش جنت بگردونه. میدونم مال بسیاری ها هستن اینجا ملا نیمچه ملا در کمیتری می نویسن که ای خیلی بد خیلی نبد. هر یک بنده خطاگی داریم، هر یک کسی ما داریم خطاگی. در دنیا شرط نیست که سودیتی سیل نکنیم. بنابراین برادر عزیز، خواهران و مادرای عزیز التماس در حقش دعا کنن که خداوند جوش جنت کنه و روش پر نور بگردونه. که نورستی اینترنت رو اومدیم دیدم بسیار زیق شدم. این مردن حق برادر عزیز. امروز اپای بناوشه فرد یا من میرم یا شما تا شما میریم، هر یکی ما بنابرد میریم برادر عزیز. برای همیشه دعاگوی هم دیگر باشین، مقصد دست یک دیگر رو بگیریم. انا چی نام داره التماس گپای قبیح ننسین برای یک دیگر تون دار. میدونم بسیار در کامنتر میزه ای حافظه بده چی با ویدیوش کردی و تو داست گپا زیاد میشه. میدونم برادر عزیز برای هم چیزی که میگن برای ما فرق نداره. سمیگلاونی بنده خدا بود، در حقش دعا میکنیم که خداوند آخرتش جای شود که خدا هر یک از آرزو میکنه همونجا شود. برای هم خدا همه تا نگهبان باشه، در حق هم دیگر دعاگو باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.